هر سال به زیارت زیارتگاهی حضرت داوود رفتن برای جمعیتی دارای مسئولیت محدودی سمرقند سنتکنیک به حکم عنعنه درآمده است، زیرا که کاری آنها با آهن علاقمند است و حضرت داوود علیه السلام را پیری آهنگران می‌دانند. از سبب آنکه کارخانه مذکور یکی از حامیان گروه ایجادی اوریون محسوب می‌گردد، ما نیز هر دفعه با آنها در این سفر همراه هستیم، از جمله سالی جاری نیز. صبح صادق که به راه برآمده بودیم کسی نانشته نکرده بود. همین که به قسمت فراغتگاه رسیدیم، اول به صفت آشپز یک چند نمودی طعام‌ها را آماده کرده همه یک جای نهاری کردیم. سپس در حق گذشتگان تلاوت قرآن نموده دست به دعا برداشتیم. این زمان نفر در دست رباب به دوره ما همراه شد و سرودخوانی آغاز کرد. خواستیم با آن کس در صحبت شویم. نامم لطفالله مصیف است. 26 سال باز من در خدمت همینجا هستم. شما اصلش از کجا؟ از پنجکین از دیار ابابلو رودکی. شعر از شادی رسولوف. آهنگی کی؟ آهنگ از خودم. بر آل سو بینگر ای بنده خداوند، بر آل سو بینگر ای بنده خداوند، مجموع آدمان بین بر این سوام پیوند. اکنون همه به جانب زیارتگاه روان شدیم. برای خاطر صورت گرفتیم. ما به زینه زیارتگاه رسیدیم. ناگفته نماند که عدد این زینه ها از 1300 عدد زیاد است و اینجا برای به بالا برآمدن برای اونهایی که به این زینه ها برآمدن نمیتوانند، حیوان های سواری اسب و خرها نیز آماده کرده شده است. برای آدمی که کم حرکت میکند البته به چنین جایی بلند برآمدن خیلی دشوار است، هرچند زینه ها ساخته شده است و دو طرفی آن جایهای استراحت کنی دارد و این گفته ها به خودی ما نیز متعلق است، زیرا میبینید با اذیت به زور میبراییم. در این دکانچه های سری راه هر گونه محصولات های برای سوغاتی فروخته می شود. غیر از این در اینجا می توانید از گیاه و میوه های شفا بخش این کوهستان هم خرید کنید. زیارتگاه مذکور در کوهستان اقصای ولایت سمرقند جایگیر است. طبیعت زیبا، منظره های عجایب، اما صد افسوس که تاثیر آدمیزاد به این منظره ها را باز هم بی نور و بی زیب کرده است. کی در آدم های ما مدنیت اکولوژی پیدا می شده باشد؟ افسوس. از فرصت استفاده نموده به زیارتچیان مراجعت کردن می‌خواستیم که پرتوهای خود را به گرد و اطراف پهن نکنند. به طبیعت اطراف غمخوارانه مناسبت باید کرد. دوام می‌دهیم. ما به بلندترین جای این زیارتگاه برآمدیم و زیارتچیان آمده در این مسجد تلاوت قرآن میکنند و درباره این مسجد وقتی که از متصدیان اینجا پرسیدیم گفتند که مسجد مذکور بعد از مستقلی یعنی سال 1992 ساخته شده است. به درآمدگاه غار افسانوی قدم جای حضرت داوود رسیدیم. اینک یکایک وارد غار میشویم. هرچند خواستیم که یگان نفر از متصدیان این موضع به ما اینترویو دهند، از چه سبب باشد که نخواستند و حتی در اینجا نشانه تحقیق نواربرداری گذاشته شده است گفتند. خیر، به هر حال طوری از نقل آنها شنیدیم گویا اینجا حضرت داوود زمانی آمده بودند و وقتی که از دست دشمن گریخته به درون این غار می آیند و با پنجه های پرقوت فولادین آن را زیر کرده وسیع می کنند، زیرا قدشان خیلی بلند بود و این سراخی غار برایشان تنگی می کرد و انا این ایزها را ایزی پنجه های حضرت داوود می دانند. بعضی ها آن را افسانه می گویند و دیگری حقیقت، لیکن از چی باشد که وقتی می فرایید سبکی روحی را احساس می کنید. خلاص امسال نیز زیارت این جای نصیبمان کرد. شاید زیارتتان قبول گردد می گویید، ما باشیم جواباً به شما مرادتان حاصل گردد می گوییم.